سلام به همگی. یه بازی نفسگیر دیگه از سری آ رو با هم مرور میکنیم. یادتونه بازی هیجان انگیز ناپولی و ونیز تو هفته 18 22 دسامبر ساز ناپولی و ونیز حسابی چسبوندن به هم. بازی خیلی نزدیک بود. دو تا تیم داشتن جون میکندن تو زمین. اما نهایتاً این ناپولی بود که تونست دروازه ونیز رو باز کنه و با نتیجه 1-0 ببره. هفته 18 با این بارد ناپولی تموم شد. از سیوهای باور نکردنی دروازه‌بان‌ها بگیر تا موقعیت‌های 100% گل، هر ثانیه بازی پر از هیجان بود. تماشاچی‌ها چه تو استادیوم و چه پای تلویزیون میخکوب شده بودن به صفحه تلویزیون. اگه بازی رو از دست دادین یا دلتون میخواد دوباره اون لحظه‌های نفسگیر رو ببینین، یه سری به خلاصه بازی تو ورزش بزنین. قول میدم از دیدنش پشیمون نمیشین.